از آزادی حرف زدن آزادی نیست. تا تقسیم قدرت عادلانه نباشه، حالا عادلانه چیه یه بحث دیگه است. تا تقسیم قدرت معترض نداشته باشه درگیری هست. من هنوز تعریف درست و دقیقی از جامعه مدنی لااقل من جایی نخوندم. منظورم انطباقه که تعریف دقیق و درستش پیش کانته. این سال هم یه دوره است، تموم میشه. هر دوره گن اسمای خودشو داره. همش میگن توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی. هیچ توسعه یا توسعه دیگه جدا نیست. اقتصاد فرهنگ رو میاره، فرهنگ سیاست میسازه، سیاست اقتصاد میاره. این یعنی ارتباط با اقتصاد جهان. اقتصاد جهان هم یا حداقل یه بخش مهمی از اون یعنی آمریکا. بله درسته. توسعه اقتصادی و سیاسی جمعشون با هم میشه یه اجرا. اما این اجرا قدرت میخواد. این ارکستر باید درست بزنه. به قول مانی فالشی نداشته باشه. اول اینو دوم اون نداره. یه زنجیره. دست رهبر که بالا میره، آرایش و کمپوزیسیون این ارکستر باید درست باشه.